الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد أفضل المجاهدين وأفضل الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح المسك. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بجهيز بخير فقد غزا. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا شهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، أو كما قال. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، برادران مجاهد و خواهران مجاهد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بحث این هفته ما ادامه بحث هفته گذشته هست. در هفته گذشته آیات قرآن که ارتباط به جهاد و فضیلت جهاد بود مختصراً ترجمه و تفسیر نمودیم. آیات زیادی که از قرآن عظیم الشان همچون آیه کتب علیکم القتال و هو کره لکم، آیه وقاتل المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة، آیه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة، آیات زیاد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا،
اینها در هفته گذشته بیان شد. حالا بحث ما ارتباط به فضیلت جهاد و مجاهدین واقعی از دیدگاه احادیث گوهربار رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می باشد. آنچه که رسول خدا بیان می کنند این هم وحی است. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر چیزی از پیش خود نمیگوید مگر اینکه با او وحی می شود. پس قرآن وحی جلی هست و احادیث وحی خفی می باشد. احادیث را مختصرا ترجمه می کنیم. امیدواریم که این بحث را در این هفته بتوانیم به پایان برسانیم. اگر تمام دریاها مرکب شود و تمام نیزارها به قلم تبدیل شود نمیتواند وصف مجاهد واقعی و وصف شهید را بنماید. یک حدیث نشان میدهد فضیلت جهاد و فضیلت شهید واقعی را. رسول خدا با همه مقام و منزلتی که دارند، با همه قربی که به درگاه الله دارند، با همه نزدیکی که در جوار رحمت پروردگار عالم دارند، افضل الانبیا می باشند و همچنین شخصیتی می باشند که انبیای خدا همچون حضرت موسی علیه السلام که پیامبر اولوالعزم هست دعا می کند که ای کاش من از جمله امت این محمد می بودم، از جمله امت پیامبر آخر الزمان می بودم. رحمت للعالمین ارتباط به شهدا و مقام شهدا می فرمایند که من از خدا التجا می کنم، درخواست می کنم که خدایا من محمد را دوست دارم که شهید کنی و باز زنده بگردانی و بار دیگر مرا شهید کنی و باز زنده بگردانی و مرا شهید کنی و باز زنده بگردانی. 3 مرتبه رسول خدا این جمله را تکرار می کنند که یا الله این بهترین مقام هست که نصیب انسان ها می شود. این مقام شهدا و مقام مجاهدین فی سبیل الله را نشان می دهد. نظر به درخواست دوستا که از زمزمه هفته گذشته درخواست کردند که باز تکرار شود، ولی او شعر را زمزمه نمی کنیم، اشعار دیگر ارتباط به وصف مجاهدین هست زمزمه می کنیم و صحبتی که ارتباط به فضیلت جهاد و مجاهدین هست ادامه می. بیا ای دل به بازار مجاهد، بیا ای دل به بازار مجاهد، نشین یک دم به گلزار مجاهد، نشین یک دم به گلزار مجاهد. صدای الجهاد بشنو به عالم، صدای الجهاد بشنو به عالم، شنو با جان تو گفتاری مجاهد، شنو با جان تو گفتاری مجاهد. مزین خاک میهن تا زهر دم،
مزین خاک میهن تا زهر دم زخونی چون گوهر بحری مجاهد زخونی چون گوهر بحری مجاهد به صحرا لاله روید سبز و خرم به صحرا لاله روید سبز و خرم به یاد زحمت و کار مجاهد به یاد زحمت و کار مجاهد بود غنچه همیشه در تبسم بود غنچه همیشه در تبسم به دشت و هم به کوهسار مجاهد به دشت و هم به کوهسار مجاهد به عالم تاریخی زیبا کشیدند به عالم تاریخی زیبا کشیدند به نازم من گلی خاری مجاهد کمر بر بند برو در بوستانش کمر بر بند برو در بوستانش تماشا کن به دربار مجاهد تماشا کن به دربار مجاهد مقامی عالی دارن نزد رحمان مقامی عالی دارن نزد رحمان بود عالم طلبگار مجاهد بود عالم طلبگار مجاهد برو زاجیر به صد تمکین نظر کن برو زاجیر به صد تمکین نظر کن مطاع دل به بازار مجاهد مطاع دل به بازار مجاهد بیا ای دل به بازار مجاهد نشین یک دم به گلزار مجاهد نشین یک دم به گلزار مجاهد صلوات ختم سروران عزیز و بزرگوار بحث ما ارتباط به فضیلت جهاد و مجاهد از دیدگاه احادیث گوهربار رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هست. حضرت
ابیذر یکی از اصحاب رسول خداست، می آید به محضر نبی مکرم اسلام می فرماید قلت یا رسول الله، میگوید گفتم که ای رسول خدا، ای العمل افضل، کدام عمل با فضیلتتر و محبوبتر به نزد الله است؟ صحابه از رسول خدا سوال می کند، رسول خدا می فرمایند الایمان بالله، در روایت دیگر می آورد الایمان بالله و رسوله، بزرگترین و با فضیلتترین و افضلترین عمل به نزد الله سبحانه و تعالی این است که ایمان بیاورید به خدا و ایمان بیاورید به پیامبرش. بعدن پرسان کردن ثم، بعد از آن کدام عمل؟ فرمودن والجهاد یا والجهاد فی سبیل الله یا فی سبیله، جهاد در راه الله به خاطر الله بزرگترین و افضلترین عمل به نزد الله سبحانه و تعالی است. که این حدیث را صحیح المسلم و صحیح البخاری که اصح الکتب بعد از کتاب الله است بیان می کند. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام می فرمایند ما من مکلوم یکلم فی سبیل الله، نیست هیچ مجروحی مگر که مجروح شده باشه در راه الله، در جهاد فی سبیل الله مجروح شده باشه، الا جاء یوم القیامه، مگر این که می آید او انسان به صحرای محشر و کلمه یدما، از اون زخم از او خون جریان دارد. اون انسانی که در راه الله مجروح شده است و یا او انسانی که در راه الله جام شهادت را نوشیده، به صحرای محشر در حالت حاضر می شود که از اون زخمی که در راه الله صورت گرفته خون جاری هست. رسول الله می فرمایند اللون لون دم، او خونی که جاری هست رنگش رنگ خون هست، ولی والریح ریح المسک، اما بویش بوی خون نیست، بویش بوی مشک و بوی عطر و بویی است که صحرای محشر را معطر می‌گرداند، خوشبو می‌گرداند. این حالت او انسانی که به خاطر دین الله مجروح می شود و به خاطر دین الله شهید می شود. در حدیث دیگر روزی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم راهی یکی از غزوات بودن، زمانی از یک شله از یک دره کوهی عبور می کردن، در آنجا یک چشمه آب شیرینی بود، جای سرسبزی بود. یک صحابه خوشش آمد، گفت من خود را از این جهات کنار میگیرم و در این کنار این چشمه‌ای که آب شیرین داره و دره سبزی، من در اینجا میمانم و عبادت الله سبحانه و تعالی را میکنم. این صحابه وقتی این در دلش نقشه گشت، گفت بدون اجازه رسول خدا خود را از این غزوه کنار نمیگیرم، باشه که از رسول خدا پرسان کنم. آمد به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله، گفت من چنین تصمیمی دارم که با این دره سبز و با این مکانی که آب شیرین دارد و جای مناسبی برای زندگی هست، آیا اجازه می دهید من در اینجا بمانم و با جهاد شرکت نکنم، در اینجا به عبادت الله سپری می کنم؟ رسول معظم اسلام با او صحابه چی می فرمایند؟ فرمودن لا تفعل، چنین فعل نکن ای انسان، فإن مقام احدكم في سبيل الله افضل من صلاة في بیته 70 عاما. گفتن ای انسان و ای صحابه من، چنین فعل نکن، همانا مقام یکی از شما که در راه الله به جهاد می رود افضل من صلاته فی بیته 70 عاما، اگر در اینجا بمانی و 70 سال عبادت الله را انجام بدهی، این را بدان که 1 ساعت در راه الله برای تو بهترتر هست، 1 ساعت در جهاد فی سبیل الله برای تو بهترتر هست از این که در اینجا بمانی 70 عاما، 70 سال عبادت کنی. ادامهش فرمودن الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا دوست نداری الله گناهان تو را ببخشد؟ و یدخلکم الجنه، آیا دوست نداری الله تو را وارد بهشت بگرداند؟
وقتی که دوست داری اغزو فی سبیل الله، جهاد کن در راه الله. و بعد میفرمایند من قاتل فی سبیل الله فواق ناقة وجبت له الجنه، کسی که به اندازه یک دوشیدن شتر، یک شتر را کسی که بدوشه، فاصله بین دو دوشیدن همین اندازه، یعنی فاصله اندک و زمان اندکی کسی که در راه الله باشه، وجبت له الجنه، بهشت برایش واجب می شود. خوشا به حال او کسانی که به خاطر الله جهاد کردند، خوشا به حال او کسانی که به خاطر اعلای کلمت الله جانهای شیرین خود را فدا کردند، و خوشا به حال او کسانی که حتما در این جمع ما نه یکی دوتا بلکه شاید صدها انسان باشه که به خاطر الله جهاد کرده و هدفش و نیتش خدایی بوده و امروز هم نیت جهاد داره ولی نیتش قدرت و چوکی و مقام و منزلت نبوده. پس بشارت برای او انسان، وجبت له الجنه، بهشت واجب است برای او انسان. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند سبحان الله چقدر جهاد در راه الله مقام و منزلت دارد. میفرمایند عینان لا تمسهما النار، دو چشم به آتش جهنم نمی افتد، یعنی دو چشم آتش جهنم را نمی بیند. سبحان الله، این چشم ها کدام چشم ها هست؟ عین بکت من خشیت الله، او چشمی که از ترس الله گریه می کند، او چشمی که در نیمه شب بر می خیزد از ترس الله اشک می ریزد، او چشم به آتش جهنم نمی افتد، آتش جهنم او چشم را مساس نمی کند. چشم دیگر عین باتت تحرس فی سبیل الله، او چشمی که به خاطر خدا در جهاد فی سبیل الله نخوابیده و در نیمه های شب چشمش خواب داشته ولی به خاطر حراست از دین الله و به خاطر اعلای کلمت الله او چشم بیدار مانده. رسول الله میفرمایند او چشم به آتش جهنم نمی افتد. سبحان الله، عینان لا تمسهما النار، عین بکت من خشیت الله و عین باتت تحرس فی سبیل الله. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام میفرمایند چون گفتیم که بحث ما ارتباط به فضیلت جهاد و مجاهدین از دیدگاه احادیث گوهربار رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هست، میفرمایند رسول خدا من جهز غازیا فی سبیل الله، کسی که یک مجاهد را مجهز می کند، یک مجاهد را آماده می کند که او برود به جهاد، او مجاهد وقتی حرکت می کند فقط غزا، او انسانی که مجاهد را تمام اکمالاتش و تمام تجهیزاتش را آماده کرده، او انسان دوشا دوش او مجاهد در جهاد هست. من جهز غازیا فی سبیل الله، کسی که یک مجاهد را تجهیزاتش را آماده کند در راه الله فقط غزا. و من خلف غازیا فی اهله بخیر، کسی که سرپرستی یک مجاهد را درست و صحیح سرپرستی می کند، او انسان هم فقط غزا، او انسان هم در جهاد هست. سبحان الله، چقدر نعمت خوبه اگر او انسانی که به جهاد رفته نمیتواند یک مجاهد را با او امکاناتی که لازم هست آماده بسازد یا سرپرستی از فامیلش بنماید، او انسان هم دوشا دوش او مجاهد در جهاد هست. هرچی او مجاهد در راه الله ثواب کسب بکنه به نامه اعمال او انسانی که او را آماده ساخته به نامه اعمال او، به نامه اعمال او تحریر می شود. سبحان الله، چقدر لذت داره که انسان یک مجاهد را آماده کنه در راه الله. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در غزوه تبوک زمانی که مجاهدین را آماده کردند، جوانان زیادی آماده به جهاد بودند ولی امکانات و تجهیزات نبود. حضرت عثمان ذوالنورین خلیفه سوم اسلام میآید میگه ای رسول خدا 300 مجاهد را من برای اونها 300 اسب و 300 شمشیر آماده میکنن که اونها برم در راه الله جهاد کنم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم
اشک شوق میریزن. زمانی که حضرت عثمان میبیند که رسول خدا شادمان شدن، آن هنگام درهم و دینار و او طلای آن وقت و زمان را میآورد به دست رسول خدا که ای رسول خدا اینها را هم در راه الله دادم. رسول خدا این همان ثروتی که حضرت عثمان داده بوده، همان درهم و دیناری که داده بود رسول خدا، آن را از این دست به این دست میانداختن. میگفتن میدانید که عثمان امروز بهشت خدا را خریده به خاطر که مجاهدین فی سبیل الله را در راه الله آماده کرده. پس این سروران عزیز و بزرگوار، من جهز غازیا فی سبیل الله، کسی که مجهز کند یک مجاهد را در راه الله فقد غزا، و من خلف غازیا فی اهله بخیر فقد غزا، کسی که از اهل و عیال و از خانواده یک مجاهد درست و صحیح و به خوبی سرپرستی کند، او هم مزد و ثواب مجاهد فی سبیل الله را میگیرد. این احادیث در صحیح البخاری و صحیح المسلم بیان می شود. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند: ما احد يدخل الجنه يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء. به صحرای محشر و به بهشت هیچ انسانی آرزو نمی کند که دوباره به دنیا برگردد. او همه نعمتهای بهشت را می بیند، به همه نعمتهای بهشت نائل می شود. هیچ انسانی آرزو نمی کند. ما احد يدخل الجنه، هیچ کس آرزو نمی کند که دوباره برگردد به دنیا. يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء. اگر تمام دنیا را هم برایش بدهند دوباره به دنیا بر نمی گردد الا شهید، مگر او انسانی که به درجه شهادت نائل شده به صحرای محشر و به بهشت با او همه نعمت ها وقتی که نائل میشه از الله درخواست میکنه: یا الله من از تو یک خواهش دارم، مرا دوباره به دنیا بفرست که در راه الهی تو و در راه بلندی نام تو من جام شهادت بنوشم و در راه تو شهید بشوم. الا شهید یتمنى ان یرجع الى الدنیا فیقتل 10 مرات. این شهید چند مرتبه درخواست میکند؟ شهید میگه یا الله مرا 10 مرتبه به دنیا بفرست که من در راه تو شهید بشوم. بزرگان میفرمایند او انسانی که زمانی که تیر دشمن به جانش اصابت میکند، او انسانی که در راه الله شهید میشود، زمانی که جایگاه خود را میبیند، ادامه این حدیث میفرماید: لما یرا من الکرامه. چرا او انسان درخواست می کند؟ به خاطر که جایگاه خود را می بیند. در او زمانی که تیر دشمن به جانش اصابت می کند، او زمانی که ملاقات با الله سبحانه و تعالی می کند، او لحظه و او لذت را شهید در هیچ جای پیدا کرده نمی تواند. از چندین صحابه روایت شده زمانی که تیر دشمن به جان صحابه اصابت کرده، صحابه ناگه فریاد زده که فضت بربک الکعبه، به خدای و به رب کعبه قسم که من رستگار شدم. سبحان الله، صحابه شهید میشه قسم یاد میکنه که امروز من رستگار شدم، امروز من کامیاب شدم. ولی امروز متاسفانه مسلمان ها چقدر از شهادت هراس دارن، امروز چقدر مسلمان ها از شهادت میترسن. پس سروران من، رسول معظم اسلام میفرمایند امت من زمان مثل یک کاسه غذای تبدیل میشه. دشمن از هر طرف با اونها حمله میکند، مانند که چند گرسنه بالای یک کاسه غذا هجوم بیاره. صحابه عرض کردن یا رسول الله آیا در آن روز امت شما قلیلن؟ آیا در آن روز امت شما اندکن؟ گفتن نه خیر، امت من به میلیون ها و میلیارد ها میرسن، امت من تبدیل به 1.5 میلیارد میرسن. ولی چی شده اونها را؟ رسول خدا میفرمایند که در بینشان وهن می آید. صحابه گفتن و مل وهن یا رسول الله، وهن چیست ای رسول خدا؟ فرمودن در بین اونها مرضی می آید که او وهن است. او مرض حب الدنیا و کراهیت الموت. این دو مرض هست که اونها را باز می دارد از جهاد و از شهادت. حب الدنیا، محبت دنیا دست پایشان را می بندد، و کراهیت الموت، و اونها از مرگ می ترسند.
سبحان الله. وقتی در صدر اسلام مجاهدین را و اون شهدای صدر اسلام را وقتی ما مطالعه میکنیم و میبینیم چی مادرانی بودن که عشق با جهاد داشتن. یک مادری در صدر اسلام زمانی که یک فرزند او شهید میشود اون شمشیر او را بر میدارد به دست فرزند دیگر خود میدهد که فرزندم تلاش بکن تا اینکه من به صحرای محشر مادر دو شهید باشم، به صحرای محشر افتخار بکنم. ولی امروز مادران از شهادت فرزندان خود میترسند. او مادر افتخار میکند به صحرای محشر که مادر دو شهید شود. او زنی که به صحرای محشر شوهرش شهید میشود، پدرش شهید میشود، برادرش شهید میشود. سبحان الله. و زمانی که چشمش به شهدا میافتد فریاد میزند که از رسول الله برای من بگویید. اگر رسول الله صحیح و سالم باشند همه مصائب و مصیبت ها، همه دردها و رنج ها برای من آسان هست. من شوهر خود را به خاطر شهادت فرستاده بودم، من پدر خود را به خاطر شهادت فرستاده بودم، من برادر خود را به خاطر شهادت فرستاده بودم. او زن افتخار می کند که به صحرای محشر پدرم شهید باشد، برادرم شهید باشد، شوهرم شهید باشد. سروران عزیز و بزرگوار، مقام شهدا، مقام مجاهدین واقعی، مقام او کسانی که به خاطر الله و به خاطر دین الله جهاد و مبارزه می کنند مقام والا و بالایی است. رسول معظم اسلام می فرمایند ما احد يدخل الجنه يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا شهید. این شهید یتمنى ان يرجع الى الدنيا، آرزو می کند تا این که به دنیا بیاید فیقتل 10 مرات، 10 مرتبه شهید بشود لما یرا من الکرامه، از اون مقام و جایگاهی که او میبیند. سروران عزیز و بزرگوار، این مقام شهید هست. او انسانهایی که عشق با جهاد ندارن، او انسانهایی که تصمیم جهاد ندارن، او انسانهایی که فکر جهاد ندارن، او انسانهایی که یا به قلم خود یا به فکر خود در جهاد سهم و سهیم نیستن. رسول معظم اسلام میفرمایند من مات ولم یغزو، کسی که بمیرد و او جهاد نکرده باشد ولم یحدث نفسه یغزو، و ارتباط به جهاد چیزی نگفته باشد و ارتباط به جهاد عشق نداشته باشد و مات علی شعبة من النفاق، او انسان به صحرای محشر در کنار منافقین حشر می شود. او انسانی که عشق با جهاد نداشته باشد در روز قیامت در کنار عبدالله ابن ابی ابن سلول حشر می شود. در روز قیامت در کنار ابو جهل و ابو لهب و او انسانهایی که ضد جهاد و مجاهدت و مبارزه بودن با اونها حشر می شود. حضرت امام نووی رحمت الله علیه می فرمایند ترک جهاد یکی از نشانه های منافق هست. این از سروران عزیز و بزرگوار هر کدام ما میتوانیم با جهاد سم بگیریم. یک انسان با قلم خود، یک انسان با فکر خود، یک انسان با دعوت و تبلیغ خود، یک انسان با دعای نیمه شب خود، یک انسان با هر امکاناتی که داره خلاصه با جهاد و مبارزه تا اینکه از این صفت منافق و از جمله منافقین در روز قیامت حشر نشود. رسول الله می فرمایند من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بغزو، کسی که جهاد نکرده باشه و کسی که از جهاد صحبت نکرده باشه او انسان زمانی که بمیره مات علی شعبة من النفاق، او انسان در یک شعبه از منافقین و یک گروهی از گروه منافقین حشر می شود. قرآن عظیم الشان برای او انسانهایی که از جهاد، برای او انسانهایی که دست از راه الله بر می دارن چی هشداری می دهد قرآن عظیم الشان؟ قل بگو ای پیامبر ان کان آباؤکم، اگر پدران شما، ان کان آباؤکم و ابناؤکم فرزندان شما، و ابناؤکم و اخوانکم برادران شما، و ازواجکم و همسران شما، و عشیرتکم اقوام و خویشاوندان شما، و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، اون مالی که شما به دست آورده اید، و تجارت تخشون کسادها، از او تجارتی که شما از نقصانش میترسید. این همه الله سبحانه و تعالی بیان میکند. بگو ای پیامبر برای بندگان من
چقدر واقعا هشدار هست. بگو ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، اگر این همه احب الیکم من الله و رسوله، اگر شما این منازل بلند و این پارتمان های سر به فلک کشیده و اگر این محبت تجارت و دنیا را احب الیکم من الله و رسوله، اگر آنها را از خدا و پیامبر بیشتر دوست داشتید، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر شما را این منازل بلند بالا شما را مشغول خود ساخت و شما را از جهاد مانع شد، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا، شما پس منتظر باشید، شما انتظار بکشید حتی یأتی الله، تا اینکه عذاب خدا بیاید به دامنگیر شما شود. فتربصوا حتی یأتی الله بامره. ادامه آیه می فرمایه و انسانهایی که محبت الله را فراموش کردن، محبت رسول الله را فراموش کردن، و انسانهایی که جهاد در راه الله را فراموش کردن، و انسانها را الله می فرماید والله لا یهدی القوم الفاسقین، خداوند فاسقین را هدایت نمی کند. او کسی که محبت به الله نداشته باشه، او کسی که محبت به رسول الله نداشته باشه و او کسی که محبت به جهاد نداشته باشه، ادامه آیه او را فاسق خوانده والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا هدایت نمی کند قوم فاسق را، قومی که اونها به فسق و فجور مشغول شدن، قومی که به هوا و هوس مشغول شدن، قومی که به خواهشات نفسانی مشغول شدن، قومی که این دنیای فانی را مقصود خود دانستند و مشغول این دنیای فانی شدن. والله لا یهدی القوم الفاسقین. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند، صلوات ختم بفرماییم. در حدیث دیگر رسول خدا ارتباط به فضیلت جهاد و مجاهدین می فرماید ولا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل الله و دخان جهنم. سبحان الله، او انسانی که در راه الله به جهاد رفته، گرد و غبار جهاد بر سرش نشسته، هر انسانی که غبار جهاد، او جهادی که در راه الله وقتی که بر سرش نشسته، او چه کار می شود؟ ولا یجتمع، جمع نمی شود، غبار فی سبیل الله و دخان جهنم، دود جهنم و غبار جهاد با هم دیگر جمع نمی شود. یعنی او انسانی که در راه الله جهاد کرده و در حالت جهاد جام شهادت نوشیده یا بعد از جهاد و مجاهدت به گناه کبیره آلوده نشده و از دنیا رفته، او انسان خوشا به حالش، دود جهنم با او نزدیک نمی شود، یعنی آتش جهنم را به چشم نمی بیند. در حدیث دیگری از حضرت براء رضی الله تعالی عنه روایت است که شخص آمد به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، اتى النبی صلی الله علیه و سلم رجل مقنع بالحدید، مرد آمد به محضر نبی مکرم اسلام، آنجا آماده سرتابا ملبس به آهن بوده، از انسانهایی بود که هنوز مسلمان نشده بوده. آمد گفت فقال یا رسول الله، ای رسول خدا، اقاتل او اسلم، آیا بجنگم یا مسلمان شوم؟ سبحان الله، میگه آیا بجنگم یا مسلمان شوم؟ رسول خدا میفرمایند اسلم ثم قاتل، مسلمان شو و بعدا بجنگ. فاسلم ثم قاتل فقتل، این انسان مسلمان می شود، در راه الله می جنگد تا اینکه جام شهادت می نوشد. رسول معظم اسلام فرمودن فقال رسول الله
عمل قلیلا، این انسان عمل اندکی انجام داد، این انسان الله را سجده نکرد، این انسان نماز نخوان، این انسان روزه نگرفت، برایش احکام میسر نشده، عمل از او قلیل هست و اجر کثیرا، مزد و ثوابش بسیار هست. لحظه ای که رسول خدا بلند سر این شهید استاده می شوند، اشکان رسول خدا می ریزد. این انسانی که یک بار خدا را سجده نکرده، چون فرصت سجده کردن را پیدا نکرده بوده، حوران بهشت با سرش دعوا می کنند. سبحان الله. ببینید مقام مجاهدین را، یک ساعت در راه الله رسول الله می فرمایند عمل قلیلا، عملش اندک است، و اجر کثیرا، و مزد و ثواب بسیار دارد. سروران عزیز و بزرگوار، وقت ما تمام شده. اشاره مختصر ارتباط به تشویق رسول خدا، ارتباط به جهاد که این احادیث بیان شده، و ارتباط به خلفاء الراشدین مختصرا بیان می کنم. هنگامی که رسول خدا در بستر بیماری افتاده بودن، رسول خدا مریض بودن، لحظاتی بود که با الله سبحانه و تعالی میخواستن وصل شوند، لشکر را ترتیب میدهند، مجاهدین جان بر کف را رو به طرف روم روان میکنند، به سرکرده حضرت اسامه ابن زید. او اسامه چند سال سن داشت، او اسامه چند سال سن داشت بود که فرمانده لشکر قرار میگیرد. اسامه 18 ساله هست، 18 سال سن داره، فرمانده لشکر مسلمانان قرار میگیره. هنگامی که اسامه روان میشه، هنگامی که در یک منطقه نزدیک مدینه میرسن، خبر وفات رسول خدا میرسد. رسول خدا از دنیا تشریف میبرند. اسامه برمیگرده به سوی مدینه. خلاصه تر بیان میکنم، زمانی که مسلمانان با صدیق اکبر بیعت میکنن، اون هنگام صدیق اکبر چی میفرماید؟ هنگامی که حضرت ابوبکر صدیق به عنوان خلیفه رسول الله و جانشین رسول الله انتخاب میشوند، آنجا در صدر اسلام بعد از فوت رسول خدا تعداد مرتد شدن، تعداد مانعین زکات شدن. صدیق اکبر در آن هنگام اسامه را صدا می کند، میگد ای اسامه، او لشکری که رسول الله ترتیب دادن، او لشکری که رسول الله به طرف روم میخواستن بفرستن، باید روان بشه. حضرت عمر میآید ای ابوبکر، مسلمانان مشکلات دارن، مسلمانان در صدر اسلام به حالت مشکل گیر کردن، تعداد مرتد شدن، تعداد مانعین زکات شدن. اگر توی لشکر را طرف روم بفرستی، شاید که در مدینه به مشکل بر بخوری. حضرت ابوبکر صدیق چی میفرماید؟ سبحان الله. قول حضرت ابوبکر صدیق می فرماید والذی نفسی، سبحان الله، قول حضرت ابوبکر صدیق والذی نفسی بیدی، قسم به او ذاتی که نفس ابوبکر بید بلا کیفش می باشد، لو ظننت ان الصباع تأکلنی بالمدینه لانفذت هذا البعث، اگر گرگان و درندگان بیاین من ابوبکر را در مدینه بدرن و تک تک کنن، ولی لشکر اسامه باید به طرف روم روان بشود. سبحان الله. حضرت اسامه را صدیق اکبر رو به طرف روم روان می کند. در آن هنگام مانعین زکات، آنهایی که مرتد شده بودند، صدیق اکبر اعلان جهاد می کند و می فرماید اینقص الدین و انا حی، آیا دین ناقص شود، آیا در دین نقصان بیاید و من ابوبکر زنده باشم؟ سبحان الله. امروز سروران عزیز و بزرگوار، من و شما که میگیم پیرو ابوبکریم، پیرو اصحاب رسول خداییم، چقدر با دین خدا نقصان پیدا شده، چقدر احکام خدا متروک قرار گرفته، چقدر آیات قرآن عظیم الشان امروز کنار گذاشته شده. یک احکام در صدر اسلام میخواست متروک بشه، صدیق اکبر میفرماید آیا نقص الدین،
باید دین ناقص شود و انا حی، من زنده باشم. ابوبکر میگوید من اجازه نمیدهم تا زمانی که زنده باشم که دین الله ناقص باشد، دین الله و احکام الهی متروک قرار بگیرد. سروران عزیز و بزرگوار، صدیق اکبر عشق با جهاد داشته و مردم را با جهاد تشویق میکرد. خلیفه دوم اسلام فاروق اعظم چنان عشق با جهاد داشتند که اکثر فتوحات اسلامی، اکثر کشورهایی که فتح شد در زمان خلیفه دوم اسلام، در زمان فاروق اعظم بوده. تشویق نمودن حضرت عثمان مردم را به جهاد. این بزرگان دین چقدر عاشق جهاد بودن، چقدر مردم را متوجه می ساختن. حضرت عثمان ذی‌النورین روزی بالای منبر می نشینند و برای مردم می گویند ای انسان ها بیایید که با شما احادیثی که از رسول الله شنیدم برای شما بیان کنم. حضرت عثمان می فرمایند که من از رسول خدا شنیدم رباط یوم فی سبیل الله تعالی خیر من 1000 یوم فیما سواه من المنازل. میگن ای انسان ها یک روز در راه الله سبحانه و تعالی، حضرت عثمان میگه این را من از رسول الله شنیدم، یک روز در راه الله و در جهاد فی سبیل الله خیر من 1000 یوم، بهتر از 1000 روزی که تو در خانه خود عبادت کنی. سبحان الله. حضرت عثمان حدیث دیگر را بیان میکنم، فقط گفتم که مختصرا بیان میکنیم. عشق و علاقه اصحاب رسول خدا و عشق و علاقه و تشویق نمودن خلفای راشدین مردمان را به جهاد. حضرت عثمان در حدیث دیگری برای مردم بیان میکنن، سر منبر نشسته‌اند، میگن های انسان ها از رسول خدا حدیثی را شنیدم، بیایید که برای شما بیان کنم. فرمودن حرس لیلة فی سبیل الله تعالی افضل من 1000 لیلة یقام لیلها و یصام نهارها. سبحان الله، چقدر در دنیا خداوند به ما و شما نعمت داده. میفرمایند یک شب در راه الله، کسی که یک شب در جهاد و مجاهدت و به خاطر دین الله، نه به خاطر مقام و چوکی، نه به خاطر شان و شوکت، نه به خاطر دزدی و چور و چپاول، بلکه به خاطر دین الله، حرس لیلة فی سبیل الله تعالی، یک شب در راه الله افضل من لیلة یقام لیلها، بهتر از 1000 شبی که شب در تهجد باشی، از اول شب تا اخیر شب به نماز استاده باشی. و یصام نهارها، بهتر از 1000 روزی که تو در دائم الصوم باشی. سبحان الله، چی مقام و منزلت. خلیفه چهارم اسلام حضرت علی کرم الله وجهه ارتباط به جهاد میفرمایند های مردم در یک خطبه خود بیان میکنن ستایش همه از آن خداست. ای انسان ها، اگر خداوند بخواهد تمام کفار را دور میکند، اگر خداوند بخواهد تمام منافقین را دور میکند، اگر خداوند بخواهد تمام زمین را از لوث مفسدین پاک میکند، ولی متوجه باشید که برای شما مقام تعیین کرده که او جهاد فی سبیل الله است. اون مفسدین را به وسیله شما مجاهدین جان بر کف و او کفار و فساق را به وسیله شما مجاهدین جان بر کف، به وسیله شما اونها را از روی زمین دور می کند. بعدا حضرت علی این آیه را تلاوت فرمودن ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در زمین و آسمان است از خداست، آنچه که در آسمان و آنچه که در زمین همه از آن خداست. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، او کسانی که عمل بدی در دنیا انجام دادن پاداش خود را میبینند و او کسانی که عمل نیکی را انجام دادن اونها هم پاداش خود را میبینند. اونهایی که در جهاد رفتن و مبارزه رفتن، اونهایی که به خاطر دین الله و به خاطر اعلای کلمت الله جان و مال خود را قربان کردن، اونها هم به صحرای محشر
پاداش خود را به بهترین وجهی و به بهترین احسنی پاداش خود را میبینند. سروران عزیز و بزرگوار، وقت تمام شد. اکثر صحابه و همه صحابه عشق با جهاد داشتن. این صحابه که در دنیا من و شما در گوشه و کنار میبینیم. حضرت ابو ایوب انصاری در ترکیه و در قسطنطنیه در اونجا چه کار میکند که قبر مبارک هست؟ او به خاطر چی در اونجا رفته بوده؟ به خاطر دین الله و به خاطر اعلای کلمت الله، چون عشقی که با جهاد داشته. تمیم انصار و جابر انصاری که در افغانستان آمدن و او در دامنه کوه مرکز افغانستان مرقد مبارکشان هست. تمیم انصار در افغانستان به چی واسطه آمده بود؟ جابر انصار به چی واسطه آمده بود؟ اینها عشق با جهاد داشتن، اینها عشق با شهادت داشتن، اینها عشق با دین الله داشتن. سایر صحابه در هر کشوری که از کشورهای اسلامی نگاه کنیم چندین قبر صحابه هست. اینها به خاطر دین الله جزیره العرب را ترک کردن، به خاطر دین الله از آغوش گرم خانواده جدا شدن. آیا اونها فرزندان خود را دوست نداشتن؟ آیا اونها او عیش و نوش و استراحت دنیایی را دوست نداشتن؟ بله اونها دوست داشتن، ولی بهشت پروردگار را، ولی رضایت الله را، ولی جهاد در راه الله به نزدشان محبوب تر بود. این از سروران عزیز و بزرگوار که فقط شمه از قرآن و حدیث و از اقوال صحابه را خدمت شما بیان کردم. مگر وقت قرآن را با تفسیر بخوانید ببینید چی قصص ارتباط به مجاهدین هست. وقت احادیث گوهربار رسول خدا را مطالعه کنید، وقتی کتاب جهاد صحیح البخاری و صحیح المسلم را مطالعه کنید ببینید سبحان الله از ابتدای کتاب جهاد تا انتها هر قدر انسان سنگ دل باشد اشکش روان می شود، چون او مقام و منزلت مجاهدین بیان می شود، او جایگاه شهدا بیان می شود. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بدهد، برای همه پیر و جوان، برای خواهر و برادر، تا اینکه در دنیا مجاهد باشیم. حالا لازم نیست همه ما بیرون بشیم و مسلح بشیم، جهاد فکری داشته باشیم، جهاد قلم داشته باشیم، جهاد زبان داشته باشیم. امروز سروران من دشمنان خیلی کار میکنن. امروز به فرموده رسول خدا امت تبدیل به یک کاسه غذا شده و امروز دشمنان گرسنوار بر امت رسول الله حمله ور شدن، ولی امت چی شده؟ اون مرض در وسط اونها افتاده که اون مرض وهن هست، حب الدنیا و کراهیت الموت. محبت دنیا دست و پای امت را بسته و او انسانهایی که از مرگ میترسن، ولی ملتی که شهادت را پذیرفته هرگز اسارت را نمیپذیرد. سروران من و شما سالهاست شهید دادیم، من و شما معلول داریم، من و شما یتیم داریم، من و شما 1.5 میلیون انسان به قربانگاه فرستادیم. بعد از این همه شهادت ها، بعد از این همه رشادت ها، بعد از این همه شجاعت ها و غیور و دلیری ها، اما امروز زیر اسارت دشمن قرار بگیریم خیلی سخت. واقعا ما در صحرای محشر جواب او شهدا را چی میدهیم؟ سبحان الله. چند روز پیش در یک مصاحبه از یک زندانی حکومت کمونیست ها شنیدم، سبحان الله، یک برادر قسمی کرده میگفت که ما زندانی بودیم در حکومت کمونیست ها، یک جوان در سن 11 ساله در حکومت کمونیست ها بندی بوده و در یک جوان سن 18 و 20 ساله گفت در نیمه شب اونها را چشمانشان را میبستن و میبردن، ولی زمانی که در نیمه شب اونها را انتقال میدادن ما میدانستیم که اینها را میبرن شهید میکنن. گفت هیچ از فکر من و از خاطره من دور نمیشود یک جوانی که در سن 20 و 25 ساله قرار داشته، اسمش را هم او گفت که از فکر من رفته. گفت لحظاتی که در نیمه شب این زندانیا را از کنار ما بردن، گفت او جوان میخندیده، گفت او را صدا کردیم گفتیم فلانی چرا میخندی؟ گفت من لحظاتی رسیده که بوی بهشت را استشمام میکنم.
او جوانی که در کشور من و شما چنین عشق با شهادت داشته، لحظه ای که او را میبرن که شهید بکنن میخنده و تبسم میکنه، او چی جایگاهی را میبینه به نزد الله سبحانه و تعالی. گفت که فرد دیگری برای من توصیه کرد، گفت فلانی اگر زنده ماندی، گفت اگر زنده ماندی برای جامعه افغانستان بگو که من چندین سال شکنجه میشوم به خاطر دین الله، بگو که چندین سال مورد زجر و شتم و لط و کوب قرار میگیرم، ولی امشب چشمان من بسته شده، نمیدانم با چی وضعیت مرا شهید بکنن، ولی برای متباقی ملت افغانستان بگو که آرمان شهدا را فراموش نکنن، آرزوی شهدا را فراموش نکنن. سروران عزیز و بزرگوار، باید متوجه باشیم که امروز دشمن خیلی کار کرده. امروز شهر ما رو به شهر فسادخانه آلوده کرده، امروز دکانهای فسادی به شهر ما ساخته، امروز تا حتی درسهای مسیحیت به گوشه و کنار کار میشه. امروز نیاز به بیداری هست. سروران عزیز و بزرگوار، شاید این حرفایی که ما میگوییم برای دشمن خوشایند نباشه، شاید برای غلامان حلقه به گوش خوشایند نباشه، ولی وظیفه ما و ما علینا الا البلاغ. ما از الله سبحانه و تعالی خواستیم که یا الله خون ما از خون ابوبکر و عمر و عثمان و علی، خون ما از خون او صحابه جلیل و قدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم رنگین تر نخواهد بود. اونهایی که عاشق تو بودن شهید شدن، اونهایی که عشق با تو داشتن شهید شدن. ابوبکر صدیق به خاطر دین الله چنان شکنجه می شود که بیهوش می افتد. عمر فاروق در محراب مسجد جام شهادت می نوشد. عثمان ذی‌النورین سر آیات قرآن فسیکفیکهم الله جام شهادت می نوشد. حضرت علی کرم الله وجهه برای مسجد در راه مسجد شهید می شوند. حضرت امام ابو حنیفه زیر شکنجه ها شهید می شوند. امام احمد ابن حنبل به خاطر دین الله در کوچه ها کشانده می شوند. پس این سروران عزیز و بزرگوار، هر کدام ما وظیفه داریم، مسئولیت داریم. این دین به مشکلات به ما رسیده. شاید بعض انسان ها بگویند که دین از ما گرفته نمی شود. همین که فیلم های مبتذل به خانه آمده، همین که سود و قمار به کشور آمده، همین که حضور دشمن در کشور و مملکت ماست، آیا اینها نشانه چیست؟ آیا اینها نشانه ضعف ایمان نیست؟ آیا این نشانه بی غیرتی مسلمانان به حساب نمی آید؟ پس این از سروران من، هر کدام ما باید متوجه باشیم، بیاییم با الله معامله کنیم. الله می فرماید ای انسان ها با من معامله کنید. ان الله اشتری من المؤمنین. امانا چی کسانی با الله معامله میکنن؟ سبحان الله، الله با من و شما آماده که معامله کنه. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. چی کسی با وفاتر از الله است؟ چی کسی با وفاتر از الله است؟ چی کسی با وفاتر از احکم الحاکمین هست؟ چی کسی با وفاتر از اعدل العادلین هست؟ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. خدایا پروردگارا بر همه مجاهدین فی سبیل الله صبر و استقامت عنایت بفرما. خدایا پروردگارا بر همه مجاهدین فی سبیل الله صبر و استقامت عنایت بفرما. خدایا اونهایی که به خاطر دین تو شکنجه می شوند، خدایا اونهایی که به خاطر دین تو در زندان ها قرار دارند، خدایا اونهایی که به خاطر دین تو رنج و مشکلات را متحمل می شوند، خدایا صبر و استقامت عنایت بفرما. خدایا پروردگارا ما از تو درخواست می کنیم یا الله. خدایا پروردگارا ما از تو التجا می کنیم. خدایا او شهادتی که تو راضی نصیب ما بگردان. خدایا او شهادتی که تو راضی نصیب ما بگردان. خدایا او شهادتی که تو راضی نصیب ما بگردان. خدایا پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. خدایا اینهایی که اشک میریزن همه مجاهدن، پیر و جوان مجاهدن.
خواهر و برادر مجاهدن. خدایا اگر اینها عشق با تو نمی داشتن، خدایا اگر عشق با رسول الله نمی داشتن، خدایا اگر عشق با جهاد نمی داشتن، به خانه تو نمی آمدن یا الله. پروردگار همه بزرگان مستفیدان را حفظ فرما. خدایا جوانان ما حفظ کن، در جوانان ما غیرت ابوبکری، غیرت عمری، غیرت عثمانی، غیرت علی عنایت فرمایی. خدایا سمیه ها در این دین شهید شده، خدایا سمیه ها شهید شده. خدایا انبیا خدای دین تو شدن، صحابه خدای دین تو شدن، خدایا زن و مرد صدر اسلام خدای دین تو شدن. خدایا خواهران برادران همه مجاهدین فی سبیل الله بگردان. خدایا خواهران مادران همسران ما مجاهدین فی سبیل الله بگردان. خدایا بر جوانان ما ستر استفید عدل الكرامة أيها الأسلام والشجاعة إيدرين. خدایا دشمن را سرزمین ما دور بگردان، خدایا دشمن را دور بگردان. خدایا ما را صبر یهود و نصارا بخش، از مکر و حیله یهود و نصارا بخش. خدایا پروردگار این دعوه را جزبه تو، خدایا این دعوه را جزبه تو یا الله. خدایا به کجا گریه، خدایا به کجا بنامیم، خدایا کدام دعوه دعوه شد، خدایا ارتباط قربان مطلب نکن یا الله. خدایا ارتباط قربان مطلب نکن یا الله. خدایا ما را از تو جدا نگردان یا الله. خدایا ما را از تو جدا نگردان یا الله. خدایا پروردگار، خدایا فساد را از شهر دور بگردان، منکرات را از شهر دور بگردان. خدایا این شهر مجاهدین بخش، خدایا این شهر مجاهدین بخش، خدایا این شهر مجاهدین بخش. خدایا پروردگار اون مجاهدینی که فریبچه قدرت شدن، اون مجاهدینی که به هوا و هوس رانیده شدن، خدایا اونها را هدایت کن، خدایا اونها را هدایت کن. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين، وسلم مصائرنا ومصائر المسلمين، واشف امراضنا وامراض المسلمين، واقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في العراق، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في افغانستان، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. خدایا بحران مبارک همسایه مبارک با عزت و با عزت داشته باش. خدایا با عزت و با عزت داشته باش. خدایا با عزت و با عزت داشته باش. الهی تو آن کن که پایان کار، الهی تو آن کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. نه آن کن که فردا در روز حشر تو ناخوشنود باشی و ما شرمسار. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. صدای ناله ها و زجه های اسلام عزیز در زیر شکمه های دشمنان و طاغوتیان زمان قلب را به تکان در می آورد. شیون آوارگان بی خانمان، فغان کودکان و زنان و پیرمردان مسلمان روح را می آزارد. اشکهای یتیمان و مظلومان جهان و غربت خداپرستان دوران آرامش را انسان سلب می کند. عراق، افغانستان، شمال، سودان، پاکستان، چچن و فلسطین عزیز همه زخمهایی هستند که بر پیکره خونین اسلام نمایانند. مسلمانان جهان، تا به کی نظارگر این فاجعه عظیم هستید؟ خدایا تا کی این غم ادامه دارد؟
چه زمان خورشید ظالمان غروب خواهد کرد؟ خدایا عزت مسلم کجا شد؟ نگر بر امت احمد جفا شد. خدایا عزت مسلم کجا شد؟ کجا شد؟ نگر بر امت احمد جفا شد. جفا شد. یهودا کفر داران گشت غالب. گشت غالب. مسلمانان گرفتار بلا شد. بلا شد. مسلمانان گرفتار بلا شد. بلا شد. خدایا عزت مسلم کجا شد؟ کجا شد؟ نگر بر امت احمد جفا شد. جفا شد. نگر بر امت احمد جفا شد. جفا شد. یهودا کفر داران گشت غالب. گشت غالب. مسلمانان گرفتار بلا شد. بلا شد. مسلمانان گرفتار بلا شد. بلا شد. محمد بو که امت را رهاند. رهاند. بیارد نور و ظلمت را براند. براند. دهد نور مسلمانی به دنیا. به دنیا. خدایا منجی عالم کجا شد؟ کجا شد؟ خدایا منجی عالم کجا شد؟ کجا شد؟ خدا تا کی بنالم ببینا شفت حالم طبیب من تویی الله بکن رحمی به حالم طبیب من تویی الله بکن رحمی به حالم بیامد ارتداد و نیست و صدیق نیست و صدیق نماید نه به کفر و شرک و زندیق شرک و زندیق کند اجرای فرمان نبی را نبی را خلوص پاک زندیقی کجا شد کجا شد خلوص پاک صدیقی کجا شد کجا شد خدایا عزت مسلم کجا شد کجا شد نگر بر امت احمد جفا شد جفا شد نگر بر امت احمد جفا شد جفا شد یهود و کفر داران گشت غالب گشت غالب مسلمانان گرفتار بلا شد بلا شد مسلمانان گرفتار بلا شد بلا شد بود قدس شریف اینک پریشان پریشان فقانون آل دارد نزد یزدان نزد یزدان مسلمانان اسیر کافرانند کافرانند مسلمانان اسیر کافرانند کافرانند خدایا هیبت عمر کجا شد کجا شد خدایا هیبت عمر کجا شد کجا شد خدا تا کی بنالم ببینا شفت حالم طبیب من تویی الله بکن رحمی به حالم طبیب من تویی الله بکن رحمی به حالم شبی پیش خدا بگریستم زار مسلمانان چرا خارند و زارند ندامن نمی دانی که این
دلی دارند و محبوبی ندارند دلی دارند و محبوبی ندارند خدا تا کی بنالم ببینا شفته ها